با ادامه حمله اسرائیل به لبنان، شماره بیشتری از پناهجویان برای نجات به سوریه همسایه پناه میبرند. سازمان ملل متحد میگوید زیاده از 4.1 میلیون نفر فرار کردند. اکثرشان سوریگی‌های بودند که از جنگ در این کشور به لبنان پناه برده بودند. سازمان‌های کار با پناهنده‌ها هشدار می‌دهند که در صورت ادامه یافتن زد و خوردها، شمار پناهجویان در ترکیه هم بیشتر شده بحران بشری به میان می‌آید. گپ درباره فقط گریزه های سوریگی نیست که به سوریه برمیگردند. ساکنان لبنان هم مرز را گذشته به سوریه می روند. سوریه یا کوشش میکنند مرزش را بندد یا آنها را مجبور میکند که به مرز ترکیه بروند. این وضع واقعا برای مردم فلاکت بار خواهد بود. گریزه های جنگی لبنان در اردوگاه پناهندگان واقع در شمال و شرق سوریه نزدیک به مرز ترکیه جمع آمدند. این اردوگاه برای گریزه های جنگ شهروندی سوریه ساخته شده بود. مقامات میگویند آن دیگر جای خالی ندارد. ما مجبور بودیم آنها را قبول کنیم چون آنها برای حفظ جان خود از جنگ گریختند. جای رفت ندارند دیگر. حالا ما یگان خیمه نداریم، یگان نفر را دیگر قبول کرده نمیتوانیم. ولی ترکیه همسایه که الکی برای 4.5 میلیون گریزه از جمله 3 میلیون سوریگی پناهگاه داده است، به ناراضگی افزاینده مردم خود روبرو شده است. آغاز سال روان با زیاد شدن تنش گریزه ها مورد خشونت قرار گرفتند. تحلیلگران میگویند این به یک مشکل جدی سیاسی برای حکومت تبدیل یافته است. در دو انتخابات اخیر موضوع اصلی بحث مسئله پناهنده ها بود. مخالفان تلاش کردند نسبت پناهنده ها در جامعه تصورات بد ایجاد شود. انقره در مرز با سوریه برای پیشگیری از ورود پناهنده ها دیوار برداشته است. با گفته تحلیلگران، حکومت تصمیم دارد از موج نوی گریزه های جنگی اخیر خاورمیانه پیشگیری کند. ترکیه نمیخواهد که موج نو از کشورهای دیگر را قبول کند، چون حالا بحران اقتصادی و دوره برقرارسازی را از سر میگذراند. تورم حالا زیر نظارت است و انتظار است که پایین خواهد رفت. یعنی ورود موج نوی گریزه ها چی را در پی خواهد داشت؟ خراجات زیاد، تورم و ناآرامی جامعه را. از این رو ترکیه موج نو را برداشت نخواهد کرد. در صورت ادامه یافتن حمله های اسرائیل و افزایش شمار پناهجویان، چنین موضع گیری می تواند خطر رو زدن بحران بشری در مرز ترکیه را بیشتر کند.